سلام، امروز میخوایم راجع به تعریف طرف حساب تو نرم افزار سپیدار با هم صحبت کنیم. با ما همراه باشید. برای تعریف طرف حساب از ماژول شرکت طرف حساب جدید رو انتخاب میکنیم. از کادر باز شده سلکتور مورد نظر رو انتخاب میکنیم و حقیقی یا حقوقی بودن طرف حسابمون رو مشخص میکنیم. اطلاعات مربوط به اون شخص رو وارد میکنیم و با توجه به اینکه شخص تامین کننده هست یا مشتری تیک مربوطه رو میزنیم. تو این قسمت ماندگی اول دوره مشتری یا تامین کننده رو وارد میکنیم. در تب نشانی با زدن آیکون به علاوه سطر جدیدی برامون ایجاد میشه. آدرس و کد پستی تامین کننده یا مشتری مورد نظرمون رو وارد میکنیم. از تب تلفن و با زدن آیکون به علاوه سطر جدیدی برامون ایجاد میشه. تو این قسمت تلفن شخص مورد نظر رو وارد میکنیم. از این تب مشخصات کارمند مورد نظرمون رو وارد میکنیم. اطلاعات شناسنامه، اطلاعات حساب بانکی و سوابق کاری کارمند رو از این قسمت وارد میکنیم. بعد از چک کردن اطلاعات و اطمینان از صحت اون گزینه سیو رو میزنیم. به این ترتیب شما طرف حساب جدیدتون رو تعریف کردید. تو ویدیو بعدی در رابطه با تعریف انبار تو نرم افزار سپیدار با هم صحبت خواهیم کرد. با ما همراه باشید.